دوستان گرامی، در پیامک‌های خصوصی به بنده بعضی سوال آمدند و بعضی نفرها با تحقیر مناسبت کردند و از این خاطر هشدار میدیم که برای تحقیر در امان آدم بلاک کرده می شود و چند نفر رو بلاک کردیم و این زمان یک نفری که خیلی احترامش رو قائل هستم، فیک نیست، این فردوس فخرالدین زاد، مدیر شعبه کار با جوانان، راهبر نمایندگی تشکیلات جمعیتی سازندگان وطن بابا جان غفورов، کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در نوع بابا جان غفورov سوال داده است و این سوال را بنده خودم به اون کس خطی جواب نوشتم، ناراضی شدند، گفتند که من سوال رو به رئیس دادم، شما حق جواب ندارید. لیکن باز یک بار دیگر میخوانم، سوال چنین است: آیا کبیری درک میکند که راه ناحق او ده ها نفر را پشت زندان برد و صدها نفر دیگر را گمراه ساخت، وقت خود او در اروپا از تمام خوشی‌های زندگی بهره‌مند است؟ خب دوست گرامی، به این سوال یک پاسخ دادم، اکنون برای عموم پاسخ میدیم. بینید، اصلا چه محیدین کبیری باشد چه دیگر سیاستمدار در پس پنجره بردن این مقدار زندانی های سیاسی عیبدار نیست. خودتان قضاوت کنید. عیب تمام اون نفرانی که پس پنجره رفتند، تمام اون نفرانی که این روز هم زیر آزار و شکنجه در جمهوری تاجیکستان و بیرون از آن تو قرار دارند، یک عیب دارند که سال 1999 به پیمان، یعنی به استقرار صلح و رضایت ملی، سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی باور کردند و تعداد زیاد مردم به عضویت احزاب مخالف شامل شدند و بسیار از این امروز در عذاب و شکنجه قرار دارند و هیچ کس حدس نمیزد که خب البته بنده همچون یک سیاستمدار به یک حزب مخالف پیوستم، بنده هیچ باور نمی کردم که در تاجیکستان به روزهای نزدیک یا سالهای نزدیک از طریق انتخابات شفاف و آزاد به سر حکومت آمدن یا نماینده شدن ممکن باشد، ولی هیچ باور نمی کردم که بعد چند سال مجبور به مهاجرت می شود، مردم به زندان می رود و اونهایی که با اونها دست دادن بعد چند به قتل می رسند، به مانند میرزا ضیایف و دیگران، و هیچ کس باورم نمی کرد و شاید 40,000 اعضای حزب خلقی دموکراتی، 10,000 حزب سوسیال دموکرات هیچگاه به این حزب ها شامل نمی شدند اگر می دونستند که این یک بازی دروغین بود، شرطنامه صلح، و زندگی خود رو در خطر نمی گذاشتند و از پای زندگی و کار روزمره خود می شدند. ولی چون مردم اعتماد کردند که دیگر حد اقل برای موقع سیاسیشون تعقیب و آزار و شکنجه نمی شوند، خب شامل شدم به این احزاب. و چه عیب دارد فرض کردیم محیدین کبیری یا دیگر چهره سیاسی که نتوانست تمام این 40,000 نفر رو از تاجیکستان بیرون برآورد و اگر نتوانست برآوردن خودش هم به زندان رود و این شاید کسی رو دلپر کند؟ انا با این سوال چنین جواب پاسخ است و به مانند این سوال هایی که ویها جواب
جواب نمیخوان شنیدن و یا خلاصه خود رو یعنی اتهاماتی که به این طرف وارد کردن اون رو از طریق میخواهند که ما رسانه‌ای کنیم و ما تا حد هر قدری که توانیم هر قدری فرصت اجازه میتید حتی اتهام های شما رو هم رسانه‌ای میکنیم و شاید برادر ما فردوس فخرالدین زاده خواست که سوال او از طریق شبکه‌های اجتماعی صدا دهد. مرحمت صدا داد. البته شما انتظار جواب نیستید، شما نه جواب میخواهید، شما فقط خواستید اتهام بندید و اتهام شما را اعلام کردیم. خب اینجا باز سوال ها درباره مقصد های پیمان ملی تاجیکستان، هدف ها، برنامه ها. باز تکرار میکنم که پیمان ملی تاجیکستان از 1 سال زیاد واقعا عمل میکند. رسما از سپتامبر سال 2018 امضا شد پیمان ملی تاجیکستان. مقصد پیمان ملی تاجیکستان، هدفهای اساسی پیمان ملی تاجیکستان را من به شما رسانده بودم در ابتدای سخنم. باز تکرار اگر شوم از دوستانی که شنیدن معذرت میخوام، شاید دوستانی که نو پیوستن نو میشنوند. هدف اساسی پیمان ملی تاجیکستان این بسیج کردن اصلاحات خواهان تاجیکستان، شخصانی نیروهایی که واقعا اصلاحات در سیستم دولتداری میخوان. نه هستند برادرانی که میگویند که مشکل ما فقط رحمانوف است، اویله رحمانوف است و اگر اونا کنار روند ما با دیگر ساختارهای دولتی، با دیگر شخصانی که در این ساختارها کار میکنند و حتی با اون نفرانی که بیزنس های رو در این مدت صاحب شدن، با همه آنها کار میکنیم و مشکل ما فقط اویله رحمانوف است. ما خصومت شخصی با کسی نداریم، مشکل ما شخصیت های جداگانه نیستند و ما با نیروهای هم کار هستیم که اونها اصلاحات را در عموم در سیستم دولتداری میخوان و ما میخواهیم این نیروها رو به هم آوریم و با راه ها و وسیله هایی که در برنامه که روزهای نزدیک آن را انتشار میکنیم، راه های وسیله به دست آوردن چنین امکانیت، یعنی امکانیتی یکم برقرار کردنی، خیلی که این فرانت خلقی پیشتر می گفت مقصدش برقرار کردن ساخت کنستیتوشنی، ولی در اصل چون دیدیم که غصب حاکمیت کنستیتوشنی بود. ولی ما میخواهیم واقعا تاجیکستان رو به چارچوب قانون برگردانیم، چارچوب کنستیتوسیا برگردانیم و امکانیت به مردم تاجیک دهیم که در انتخابات شفاف و آزاد حاکمیت خود رو انتخاب کنند و برای به این مقصدها رسیدن ما روزهای نزدیک برنامه مشخص را پیشنهاد جانبداران میکنیم